نیمه شب بود. باران بیوقفه به پنجره می‌خورد و همه جا تاریک بود. دختری کوچک در تختش دراز کشیده بود و سعی می‌کرد بخوابه. اما حس عجیبی داشت. حسی مثل اینکه کسی داره نگاهش می‌کنه. چند لحظه گذشت. و بعد صدایی شنید. صدایی آهسته. مثل زمزمه. از زیر تخت. اول فکر کرد خیاله. خودش رو قانع کرد که فقط صدای باد بوده. اما صدا دوباره اومد. این بار واضح‌تر. زمزمه‌ای که گفت من اینجام. قلبش تندتر میزد. پتو رو محکم‌تر کشید روی سرش. اما صدا متوقف نشد. صدای نفس کشیدن کسی سنگین و خفه درست از زیر تخت بلند میشد. دختر با صدای لرزون گفت کی اونجاست؟ سکوت و بعد یک صدای خوش‌دار پاسخ داد من. مثل تو هستم. عرق سرد روی پیشونیش نشست. آهسته از تخت پایین اومد و روی زمین خم شد تا نگاه کنه. لحظه‌ای که سرش رو پایین آورد چشمهاش از وحشت خشک شد. زیر تخت. خودش رو دید. همون چهره، همون لباس. اما چشمهاش سیاه خالی بودن. و لبخندی کج و ترسناک روی صورتش بود. کپی او آرام زمزمه کرد تو باید جای من باشی. نه بالا. دختر جیغ زد اما قبل از اینکه بتونه بلند شه دست سیاه و لاغری از زیر تخت بیرون اومد و مچش رو گرفت. اتاق پر شد از صدای تق تق تخت، نفس‌های سنگین و زمزمه‌هایی که حالا بلندتر بودن، صداهایی که میگفتن بمون. بمون اینجا. برای همیشه. صدای زمزمه‌ها حالا همه جا را پر کرده بود. دیوارها انگار نفس میکشیدن. دختر سعی کرد خودش رو بکشه عقب اما هر بار پاهاش انگار به زمین چسبیده بودن. سایه‌ها روی دیوار تکون می‌خوردن بلند و کشیده مثل دست‌هایی که می‌خواستن بگیرنش. چشم‌های سیاه کپی‌اش برق زدند. و ناگهان لبخندش باز شد ولی این بار دهانش بیش از حد کشیده شده بود، پر از دندان‌های تیز و خونی. صدای خوش‌دار زمزمه کرد تو هیچ وقت تنها نیستی. من همیشه کنارتم. اتاق یخ کرد و پتو به خودی خود روی زمین افتاد. دختر خودش رو نگاه کرد اما دید بدنش روی تخت هنوز لرزه می‌کنه. و خودش روی زمین بود. هر حرکتی که میکرد نسخه شیطانی اش جلوتر بود. لبخند میزد و دستش رو به سمتش دراز میکرد. یک نفس عمیق کشید. ولی صدای نفسش دوباره از زیر تخت اومد. همزمان با صداهای تق تق محکم دیوارها شروع کردن به زوزه کشیدن. سقف تار شد و سایه‌ها تبدیل شدن به شکل‌هایی که انگار میخواستن دختربچه رو ببلند. آخرین چیزی که شنیده شد یک خنده بلند و غیرانسانی بود و بعد سکوت. اگه از اینجور ویدیوها خوشت میاد لایک و سابسکرایب یادت نره تا از ویدیوهای بعد جا نمونی مشتی.